سراغ یکی از ترندترین افکتایی که این چند وقته داخل اینستاگرام و فضای مجازی خیلی ترند شده. درست کردنش هم هیچ کاری نداره. واسه درست کردنش میریم داخل برنامه کپکات، نیو ویدیو رو میزنیم، ویدیومون رو انتخاب میکنیم و بخش افکت، ویدیو افکت میزنیم مولتی آنجل، میاد انتخاب میکنیم، افکت رو میاریم رو میز کار تا آخر ویدیو یا تا جایی که مثلا میخواید میبریم میکشیمش. حالا یه افکت دیگه انتخاب میکنیم واسه اینکه یه مقدار جذابتر بشه. حالا میریم داخل بخش کلاسیک، مینی زوم مثلا من اوکی هم باش واسه این ویدیو، یا مثلا میتونیم رنگا رو از بین ببریم. این تا قسمتی بزنیم میبینید به همین صورت میاریم از جایی که دوست داریم و یه افکت دیگه مینی زوم هم میاریم از اول ویدیو و میوت میکنیم و یه صدا میذاریم براش، میریم قسمت آدیو ساند. حالا یه دونی که مثلا 21 ثانیه باشه انتخاب میکنیم، میذاریم اینجا، میذاریم رو موزیک، اسپلیت رو میزنیم، دیلیت و فینیش. درست کردنش هیچ کاری نداشت و در آخر سر کیفیتش انتخاب میکنیم. حالا میذاریم رو 2K میشه 53 مگ یا 4K